صبح 12 ایون در دهه درغوق نویه جیهون در جنوب تاجیکستان دست کم 4 عضو یک اویله از جمله 3 کودک بیرحمانه با تبر کشته شدند. در این باره رادیو آزادی خبر داد. آزادی گفت سبب و تفصیلات حادثه هنوز دسترس نشده است، ولی بنا به اطلاع تصدیق نشده همه این 4 نفر با تبر کشته شدند. همصحبت آزادی گفته است که مرد این خانواده 39 سال داشته دهقان بود. به گفته او دهه درغوق حالا ملیسه باران است و کسی را داخل و بیرون شدن نمیمانند. روز 12 ایون در شعبه کارهای داخلی نویه جیهون به رادیو آزادی گفتند حادثه صبح شنبه رخ داده. همه قربانیان از یک عائله می باشند. مقامات تفصیلات دیگر نمیدهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم گفته است که از این خبر آگاهی دارد، ولی جزئیات بیشتر دیرتر نشر می شود. نویه جیهون در جنوب تاجیکستان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است. در جیهون 126,000 نفر به سر میبرند. اکثر ساکنان جیهون به دهقانی مشغول می باشند. این ناحیه قبلا قمسنگیر نام داشت و سال 2016 به جیهون تبدیل نام کرد.